از جمله همت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در غزوه احزاب، جنگ احزاب چگونه جنگی بود سروران عزیز و بزرگوار؟ جنگ احزاب جنگی بود که تمام دشمنان اسلام دست به دست هم داده بودن علیه مسلمان ها و بالاخره بر ویرانی مسلمان ها حرکت کرده بودن. قرآن میگوید اذ ضاقت الابصار و بلغت القلوب الحناجر و تظنون بالله الظنونا. آن غزوه‌ای بود که چشمها را خیره کرده بود، قلبها را به تپش انداخته بود. اذ جاءوکم من فوقکم و من اسفل، دشمن از بالا و پایین مسلمان ها را محاصره کرده بود. در هنگام کندن خندق آنجا سنگ عظیم و بزرگی بیرون می شود. رسول الله را خبر می دهند که این سنگ بزرگ را چه کار باید کرد. رسول الله با دستان نازنین خود کلنگ را می گیرند، با کلنگ اولی که بر سنگ میزنن میگوین که چوری های کسرا و کلیدهای کسرا و کلیدهای یمن برای ما داده شد. سبحان الله. این همت رسول معظم اسلام هست، این همت رسول مقبول صلی الله علیه و سلم هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حالتی که تمام دشمنان آماده که اونها را از بین ببره، ولی مسلمان ها و اطراف خود را جرأت میدهند که کلیدهای روم و فارس برای ما داده شد، جرأت میدهند که کلیدهای یمن برای ما داده شده. این از همت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. سروران عزیز و بزرگوار، وقتی از رسول الله تجلیل میکنیم باید همت ما همت محمدی باشد، جود و سخای ما باید جود و سخای محمدی صلی الله علیه و سلم باشد. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرد فقیری نبودن، رسول الله صلی الله علیه و سلم یک فرد بالاخره ضعیف نبودن. رسول الله صلی الله علیه و سلم جود و سخاوت نار. وقتی میخوانیم میبینیم در بخاری پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند انما انا قاسم و خازن والله یعطی، میفرمایند که من تقسیم کننده هستم، من بالاخره اون صندوق دار هستم، الله هست که میدهد و من برای دیگران انعام میکنم. در صحیح المسلم از جود و سخاوت رسول الله را بشنوید. رسول الله صلی الله علیه و سلم او سربازان محمد رسول الله که دنیا را گرفتن، رسول الله چه شخصیتی بودن؟ جود و سخای رسول الله صلی الله علیه و سلم، جود و سخاوت رسول الله صلی الله علیه و سلم. به حضور نبی اکرم صلی الله علیه و سلم گوسفندان زیادی موجود بود. شخصی آمد گفت یا رسول الله چی می شود این گوسفندان را برای من بدهید؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم تمام اون گوسفندان را برای یک شخص می دهند. این جود و سخای رسول الله صلی الله علیه و سلم. در صحیح المسلم می آورد هنگامی که این شخص به قبیله خود روان می شود فریاد می زند که های مردم بیایید با رسول الله ایمان بیاورید. این جود و سخای رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم چقدر پادشاه معروف یمن که به نام زازان هست به رسول الله صلی الله علیه وسلم هدیه روان می کند، خلعت روان می کند. رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت داشتن کسی که برایشان هدیه میداد عوضش را میدادن و بعد خلعت روان کردن برای زازان پادشاه یمن که اون خلعت قیمتش بیش از 20 شتر بوده. ببینیم این جود و سخای رسول الله صلی الله علیه وسلم چقدر همت داشتن، چقدر جود و سخا داشتن. پس بناهن امروز همت رسول الله صلی الله علیه وسلم، جود و سخای رسول الله صلی الله علیه وسلم امروز بین امت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کمتر دیده می شود. حضرت اقبال چی می فرماید؟ چون به نام مصطفی خوانم درود. امروز ما و شما از رسول الله تجلیل می کنیم، خیلی عاشقیم، ولی روح رسول الله از همه ما آزرده هست. روح رسول الله از همه آزرده هست.
به خاطر چی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم تا قطره خونی داشت به خاطر احکام خدا تلاش کرده. میگه اقبال میگه چون به نام مصطفی، چون به نام مصطفی خوانم درود. اقبال میگه وقتی درود میگم به رسول الله صلی الله علیه وسلم این فضای کشور ما را میدیده. چون به نام مصطفی خوانم درود، از خجالت آب میگردد وجود. از خجالت سر بالا نمیشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم خیلی زحمت کشیدن. به رسول الله ساحر گفته شد، به رسول الله جادوگر گفته شد، به رسول الله بدبخت گفته شد، به رسول الله بیدین گفته شد، ولی امروز امامه یک ما به خاطر دین الله به زمین نخورده. سروران من، اهل تصوف و عرفان حضور دارن، علمای بزرگوار حضور دارن. رسول الله صلی الله علیه و سلم از ما چیز دیگری میخواهد. رسول الله فدای دین شد، ابوبکر صدیق فدای دین شد، عمر فاروق فدای دین شد، عثمان ذی‌النورین فدای دین شد، علی مرتضی فدای دین شد. امروز من و تو کی هستیم که فدای دین رسول الله نشیم؟ هدف از میلاد اینه که باید که مسلمان ها را متوجه ساخت. های امت اسلام، میلاد از رسول الله میگیریم ولی احکام دین در حالت از بین رفتن است. سنت های رسول الله در حالت از بین رفتن است. اون تلاش های رسول الله، او زحمات رسول الله صلی الله علیه و سلم در حالت از بین رفتن است. سروران من، اقبال چون به نام مصطفی خوانم درود، از خجالت آب میگردد وجود. عشق میگوید که ای محکوم غیر، الله اکبر، عشق میگوید که ای محکوم غیر، سینه تو از بتان مانند دیر. تا نداری از محمد رنگ و بو، تا نداری از محمد رنگ و بو، از درود خود میالا نام او. بیاییم رنگ بوی محمدی پیدا کنیم. سروران من، هر طرف این شهر که نگاه کنیم خون شهید ریختنده شده. هر طرف به این شهر نگاه کنیم مجروحی داریم. به خاطر چی؟ به خاطر دین الله. بیاییم یک چاره اساسی نسبت به دین مبارک اسلام، نسبت به احکام قرآن داشته باشیم. همت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم خود همراه 313 نفر بدون سلاح، بدون امکانات، بدون تجهیزات، ولی همراه رسول الله و صحابه الله بوده. همراه صحابه عظمت و بزرگی الله بوده. در آن لحظه ملائکه از فوق آسمان ها می آیند در خدمت صحابه و پیامبر. امروز عزیزان من، اعمال بدری ها در وجود ما نیه، عشق بدری ها و احدی ها در وجود ما نیه. امروز فقط یک سر و صدای ظاهری مانده. سروران من، این سر و صدای ظاهری، چرا امروز هرچی میگیم دشمن نمیآیه پیش روی ما را نمیگیره؟ چرا دشمن نمیآیه این محفل ما را تخریب نمیکنه؟ چون میدانه که ما نام ما ابوبکره ولی اون شجاعت ابوبکری نیه. میدانه که نام ما عمره ولی اون شهامت و غیرت عمری نمانده. میدانه که نام ما علیه ولی شهامت علی نمانده. سروران عزیز و بزرگوار، بحث به درازا کشیده شده، به طور خلاصه و فشرده. اگر میخواهیم حق دین و حق جناب محمد و رسول الله را ادا کنیم، باید به احیای سنت تلاش کنیم. باید در مقابل بدعات، در مقابل خرافات، در مقابل فسادی که امروز به جامعه به سطو آمده، پیش روی فساد را بگیریم. سروران عزیز و بزرگوار، هر کدام من و شما وظیفه و مسئولیت داریم. خیلی جان شیرینه ولی دین الله شیرین تره. خدای تبارک و تعالی برای همه ما توفیق بدهد. محفل با شکوه و با عظمت و مبارک است. محفل
عرفانی است. همه ما و شما باید، چون به شهر ادبا و عرفا هستیم، همه ما باید صوفی باشیم، صوفی واقعی باشیم، نه بعضی مثل بعضی انسان ها که از نام تصوف و عرفان سوء استفاده کردن. صوفی محمدی باشیم، صوفی باشیم که الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم آن را تایید کرده است که بزرگانی داریم، مشایخ داریم، روحانیونی داریم که در اینجا حضور دارن، ولی عده به نام تصوف و عرفان، از تصوف و عرفان خیلی سوء استفاده شده. سروران من، باید همه ما و شما آن حدیث رسول الله را فراموش نکنیم. ترکت فیکم امرین، گذاشتم در بین شما دو چیز، لن تضلوا ما تمسکتم بهما، هرگز گمراه نمی شوید، کتاب الله و سنتی و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. الله سبحانه و تعالی برای همه ما توفیق بدهد. سروران من، خیلی گفتیم، هر روز فریاد میزنیم ولی ناامید نیستیم. انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. مسلمان باید به هیچ وقت ناامید نباشه، مسلمان باید همیشه امیدوار باشه. تمام دنیا اگر جمع بشه، اگر تو با الله بودی، الله تو را پیروز میکنه. رسول الله صلی الله علیه و سلم در غار ثور به وسیله تار عنکبوت الله حفظ کرده. رسول الله صلی الله علیه و سلم ارتباط به حضرت ابراهیم علیه السلام که میفرمایند و قرآن اشاره میکنه ابراهیم را الله داخل آتش حفظ کرده، ولی بزرگترین دشمن خود را که نمرود بود به وسیله پشه، ضعیفترین مخلوق، الله او را از بین برد. وقتی ما با خدا بودیم، وقتی با دین و با اسلام و با قرآن بودیم، سعادتمندی دنیا و آخرت نصیب می شود. هر قدر از الله فاصله گرفتیم، هر قدر از احکام فاصله گرفتیم، هر قدر از رسول الله و طریقه رسول الله فاصله بگیریم، خاری و ذلت دامنگیر می شود. الله سبحانه و تعالی سعادتمندی دنیا و آخرت را نصیب بزرگوارانی که این محفل را ترتیب دادن و شما حاضرینی که اینجا حضور به هم رسانیدید، سعادتمندی دنیا و آخرت را نصیب بگرداند. به امید این که تنها گفتن و شنیدن نباشد، الله توفیق عمل عنایت بفرماید. اقول قولی هذا استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین برحمتک یا